خب سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. قرار امروز یه بردیو که قبلا با این هویه خریده بودم، امروز اون رو با هم میشه گفت که سرهم کنیم. دقیقاً یه برد آموزشیه، میخوایم بفهمیم که چیکار میکنه. یه ویدیو هم درباره همین برد من گذاشتم، یه شورت ویدیوه که شبیه همین برده ولی خب یک مقدار فرق میکنه از لحاظ استعاری فکر کنم، و میشه گفت که کارایان یکیه ولی خب یه مقدار فرق داره. بریم که امروز اینو درستش کنیم و تستش کنیم ببینیم آیا سالمه یا نه. و یه نکته دوستان، بردی که هست، من دو تا اینجا برد دارم، اینو حالا این بردی که اینجا هست و تو قسمت های بعدی با هم درست میکنیم. فکر کنم پیری آمپلیفایره، اگه میدونید داخل کامنت بگید چیه. و گرفتم، فکر کنم برای یک سری از بلندگوهایی هست که میشه گفت ارتعاش صدا رو بیشتر میکنه. مثلا شما از میکروفون یه صدای بگی از اون بیشتر میکنه، فکر کنم یه همچین چیزیه، پیری آمپلیفایر. و بسته آموزشی که ما داریم اینجا دوستان، تو بسته آموزشیش LED مقاومت، میشه گفت جا باتری و خود بردی که داره و یه دونه از این سنسورهای گرما و میشه گفت که اعلام آتیش داره. بریم سراغ باز کردنش و ببینیم که باز کردنش چه شکلی و چه جوری و اصلا داستان چیه. ببینن اینا میاریم، کاتر میاریم، ولی قبل از این که من ببرم یه تخته چوب من میارم. بچه‌ها این هم شاهکاری از شاهکار ترقه درست کردن ها. یه شورت ویدیو اومده دربارش، ویدیوش هم به زودی میاد، ولی اول تستش میاد بعد ساخت ویدیو میاد. یعنی چطور مثلا بسازی، اول تست میاد. خب من اینو بریدم. قطعاتی که داخلش هست، این پلاستیکه هیچی. قطعاتی که داخلش هست، یه دونه سوکت جاباتی کتابی به همراه بردی که خودش داشت، یه دونه از این سنسورهای اعلام حریق که سنسور آتیش هم بهش میگن، یه LED قرمز، فوکس دوربین اگه خوب باشه دوستان، یه دونه مقاومت 100 کیلو، یه مقاومت 330 اوم و مقداری سیم لحیم و ترانزیستورش هم بچه‌ها ترانزیستور 20547 ترانزیستور داشت. پس تا اینجا من بگم ترانزیستور داشت، سوکت جاباتری داشت، دو تا مقاومت، یه سنسور داشت، یه LED داشت، یه PCB و یه مقدار سیم لحیم. همین این چند بچه من میتونستم اینو با 5000 تومان جمع کنم. حالا ادعام زیاد نمیشه ولی خب میتونستم با مثلا 20 تومانی جمعش کنم. خدا وکیلی این پک 100,000 تومان پولش بود. تو کاغذی که خودش نوشته بود گفته بود R1، یعنی این قسمت، تو این قسمت شما 100 کیلو رو بزنید، این قسمت 100 کیلو رو بزن، این قسمت هم گفته 330 اوم تو بزن. من میرم شروع میکنم به زدن. خب بچه تو ادامه ویدیو که مشاهده میکنید دیگه میبینید اینجا تایم لپس رفتم و دیگه نشد که ویدیو خیلی طولانی شد، بخاطر همین تایم لپس رفتیم. ولی خب من قسمت رو جا زدم طبق یکی نکاتی که گفتم و LEDش هم عوض کردم. LED اصلا به درد نمیخورد، نور نداشت. در ضمن سیم لحیمش هم خیلی کم بود. از سیم لحیمایی که خودم داخل خونه داشتم استفاده کردم. تمام شد. حالا شما باید به این یه باتری کتابی بزنی. این باتری کتابی بزنم به این. حالا گفته شده که اگه حرارت به این داده بشه لامپ ما خاموش میشه. خب از این گوشه. خب بچه اینجا ویدیو سنسور آیاری که باشه بودن اصلا کار نمیکرد، یا من بلدم بودم یا خراب بود، اصلا کار نمیکرد. به خاطر همین یه ترمیستور گذاشتم، چون از ترمیستوری که خودم داشتم و میشه گفت که پایه‌های آیار رو قطع کردم و جاش سنسور ترمیستور گذاشتم و کار کرد. روشن شد. خاطر این سیمه بوده، این بوده. اینو گرما بدیم. نه خاموش شد. بعد بچه‌ها به مرور زمان داره روشن میشه. کار میکنه. بچه‌ها کار میکنه. نکن
الان روشنه؟ خب نمیدونم، بذار ببینم میبینید، بذار ببینیم بالا کار کرد. خدا وکیلی نگاه کن، من این الان روشنه دیگه، کامل الان روشنه. خب نورش هم زیاد. وقتی شما اینو جلوش میگیری میبینی خاموش داره روشن میشه. محصولی که من تولید کردم نکنه این روشنه، میبینی؟ ولی حالا وقتی فندکت دیدی خاموش، ولی دوباره داره کم کم روشن میشه. نگاه کن، دوباره نورش داره روشن میشه. بزن، میبینی نورش روشنه، دیدی روشن شد. محصولی که من تولید کردم، حالا وایسا محصولی که این شرکت با این شاهکار گذاشته. داداش این چیه؟ اینو نگاه کن، تو اینو داری با این مقایسه میکنی. خدا این ببین عالی، مدار ساختم عالی. مدار یعنی این، MB یعنی این. داداش MB یعنی کسی که داداش این رو مدار خودش درست کرد. این الان کی درست کرد؟ الان اینو کی درست کرد؟ خدا سرشاد اینو کی درست کرد؟ خیلی خوبه، راضیم. حال کردی که چجوری درستش کردم؟ حال کردی یا نه؟ تو کامنت ها بگید حال کردید یا نه. خدا سرشاد اون چی بود گذاشته بود؟ داشت 100 تومن پولمون پکو دادم، پول این پکو دادم، کار نمی‌کرد اون. کاربانم من بلد نبودم. ولی حالا اینو وقت گرفتم، این قیمتش چنده؟ این قیمت 20 تومن یا ارزان‌تر بالاتر، من چون عمده خریدم نمیدونم دونه این چنده. خب اینو من زدم این کار میکنه به همین آسونی. دیدی خیلی هم آسون و خوب. حالا دوستانی که تا اینجا اومدن همراه ما بودن، داداش یه کامنت مشتی بذار که جیگرم حال بیاد. یه کامنت مشتی بذار که برابکس MB رو سربلند کنی. قربونت برم تا ویدیو بعدی. خدافظ. اینو افتاد. خدافظ.